رادیو ایران بفرمایید. سلام آقای دکتر هولاکویی. بفرمایید، شما روی خط هستید. آقای دکتر، پسر من فوتبال بازی نمیکنه. نمیفهمم، مگه حتما باید فوتبال بازی کنه؟ چرا حتما باید فوتبال بازی کنه؟ منم همین سوال رو از شما دارم. شما خودتون فرمودید بازی نمیکنه. همینطوره آقای دکتر. علتش چیه به نظر شما؟ سرکار خانم حتما توپ نداره. توپ داره آقای دکتر. خب ببینید، شما میگین بچه‌تون توپ داره ولی انگزایتی دارین، نگرانی دارین که چرا والیبال بازی نمیکنه. فوتبال آقای دکتر فرقی نمیکنه، چه فوتبال چه والیبال. فرق میکنه آقای دکتر. والیبال و اون یکی پسرم بازی نمیکنه. بچه چندمه؟ کدومشون آقای دکتر؟ همین که فوتبال یا والیبال، همین که راجبش حرف میزنید. بچه اول آقای دکتر. یه برادرم داره از خودش بزرگتره. کوچیک‌تر یا بزرگتر؟ کدومشون آقای دکتر؟ کدومشون فوتبال بازی نمیکنه؟ عجیبه ها، من حیرت میکنم. چرا عصبانی میشید آقای دکتر؟ از چه موقعی توپ براش خریدین؟ از حراجی پارسال. من هنوز نفهمیدم بچه چندمه. بله. اقلا بگین توپ چندمه که براش خریدین؟ توپ اوله. قبلا هم 2 تا براش خریده بودم. شوهرتون با شما زندگی میکنه؟ نه، میره سر کار. از سر کار برمیگرده خونه یا همونجا میمونه؟ برمیگرده خونه. پس با شما زندگی میکنه. لطف دارید آقای دکتر. به این ترتیب شوهر شما افسردگی داره خانم. پسرتون هم که فوتبال بازی نمیکنه یا والیبال، نارسایی توپی داره. من پسرمو پارسال بردم به استادیوم فوتبال ولی خوشش نیامد. مثل این میمونه که شما به جای بنزین یا گازوئیل سکنجبین بریزین توی باک ماشینتون. دلتون هم خوش باشه که باکتون رو پر کردین. حالا ولی این اتومبیل اگر هم فرضاً با سکنجبین کار کنه، شما رو به منزل نمیرسونه، احتمالاً به مزرعه کاهو میرسونه. همینطور آقای دکتر، من به مزرعه کاهو رسیدم. سرکار خانم، من فقط مثال زدم. ولی من شوهرم مزرعه کاهو داره. الان رسیدم اینجا. شما دختر هم دارین؟ بله آقای دکتر، خیلی هم عاقله، خیلی هم موفقه. من و شوهرم خیلی ازش راضی هستیم. چند سال اختلاف سنی دارین با شوهرتون؟ اون با من اختلاف سنی داره، من با اون ندارم. چند سال؟ وقتی ازدواج کردیم 4 سال از من کوچیک‌تر. الان چند سال از شما کوچیک‌تر؟ الان 7 سال از دوست دخترش بزرگتره. دوست دختر داره شوهرتون؟ آره، ولی میگه گرلفرندشه. بچه‌ها میدونن که باباشون گرلفرند داره؟ نه خیر، اگه بدونن از دستش در میارن. بچه‌ها رو شما تربیت کردین یا شوهرتون؟ اونی که فوتبال بازی نمیکنه من براش خیلی زحمت کشیدم. بهترین مدرسه فرستادمش ولی هنوز فکر نمیکنه که بزرگ شده. سرکار خانم، نه عزیزم، بهترین مدرسه یعنی چی؟ اجازه بدید، ممکنه بدترین مدرسه فرستاده باشین. شما دارین بدترین مدرسه رو میگین بهترین مدرسه. ببین، شما یک فیل رو از باغ وحش میگیرید، میکنید توی یک بادکنک، میدید دست بچه‌تون. اون وقت خیال میکنید بادکنک دستش دادین. هم به خودتون دروغ میگین، هم به بچه‌تون. نه خیر، بادکنک دست بچه ندادین. شما یک فیل به دستش دادین. فیلی که جا دادنش توی یک بادکنک. فیل که توی بادکنک جا نمیگیره آقای دکتر. سرکار خانم، منظورم بادکنک بزرگه. بله. در این صورت خیلی راحت میتونه اسیر بحران هویت بشه. فیله آقای دکتر؟ نه خیر سرکار خانم، فقط یک مثال بود. بچه رو میگم. البته فیلی هم که شما بکنینش توی بادکنک، معلومه که دچار آیدنتیتی کرایسیس و بحران هویت میشه. چرا که شما کاری کردین که نمیدونه فیل یا بادکنکه. یعنی ممکنه بهتره که ببین سرکار خانم، ما وقتمون تموم داره میشه، به پیام‌های بازرگانی داریم میرسیم. ما گفتیم حالا که پسرمون فوتبال بازی نمیکنه ببریم توپو پس بدیم، اما میگن چون توی حراجی خریدین پس نمیگیریم. توپو نفروشین خانم، نگرش دارین توی پوکر به دردتون میخوره. ضمن شما اگر با دارو نتونستین مشکل بچه‌تون رو حل کنین، این علامت بدیه. چه علامتی آقای دکتر؟ ببین، شما وقتی میبینید اتومبیلی از چراغ قرمز رد میشه و راننده‌اش یک خانومی است که در حال بافتن یک بلوز مردانه است، چی کار میکنید؟ در حالی که این بلوز رو میتونید از مغازه بخرید، از چراغ هم رد نشه. حالا شما نمیتونید بابت اینکه پسرتون فوتبال بازی نمیکنه و توپ براش خریدین، راجع به اختلاف سنی گرلفرند شوهرتون قضاوت کنید. ببخشید آقای دکتر، خط ما خرابه، صدا خوب نمیاد، ممکنه دوباره بفرمایید؟ دوباره نمیشه سرکار خانم، این مثال رو یک بار بیشتر نمیتونم بزنم. شما یک تریلی 24 چرخ رو وقتی جک زیرش میزنی. من آقای دکتر حرفم تمام نشده سرکار خانم، اجازه بدین. اگر جک رو وارونه بزنی، این تریلی به جای اینکه بره بالا میره توی زمین فرو. شما نمیتونین بگین جک خراب بوده. چشم آقای دکتر. میتونم بپرسم شما از کجا تلفن میکنید؟ از توی آشپزخونه آقای دکتر. سرکار خانم، از کدام کشور منظورمه؟ چه فرقی میکنه آقای دکتر؟ ما همه ایرانی هستیم. صحیح میفرمایید. یه سوال دیگه هم دارم آقای دکتر. نه دیگه، خواهش میکنم، ما به پیام‌های بازرگانی رسیدیم. آقای دکتر، آخه شوهر من گاهی اوقات با من بدرفتاری میکنه، من نمیدونم چی بهش بگم. چیزی بهش نگی. همینجوری که حالیم نمیشه آقای دکتر، لطفا یه مثالی بزنید. باشه، یک مثال زنده براتون میزنم. ببینید سرکار خانم، مثل این میمونه که شما در سرپایینی از ماشینتون بپرین پایین و ماشین شما همینطور بدون راننده با سرعت
با سرعت عجب مثالی زدم. ماشین خودم بود.